در جهاد گذشته، جهاد به ضد روس‌ها بالای عراقی‌ها به خاطر افغانستان فرض کرده بود. به مردم عراق فتوا داده بودند که بالای تمام مسلمانان دنیا جهاد فرض عین است تا زمانی که افغانستان از سیطره روس‌ها آزاد شود. امروز جهاد بالای افغان‌ها از خاطر عراق فرض کنید. تا زمانی که عراق از تجاوز عراق و فلسطین از تجاوز امریکایی‌ها و یهودی‌ها آزاد نشده، جهاد بالای همه مسلمانان دنیا به ضد امریکا فرض است. اصلا گپ است، بی‌جواب شد. وقتی که امریکا در عراق کافر حربی شد، من تصور میکنم از علمایی که خود عالم میگه، آیا علمای پاکستان هم در عراق جنگ به ضد امریکا را جهاد میگویند؟ علمای افغانستان هم در عراق جنگ به ضد امریکا را جهاد میدهند. وقتی که جنگ در عراق به ضد امریکایی‌ها در عراق جهاد شد، پس امریکایی‌ها کافرای حربی شدند. وقتی که امریکایی‌ها کافر حربی شدند، کدام خلیفه باز اونها را در افغانستان و در پاکستان اجازه داده که اونها مستعمل شوند و مات شوند؟ چطور میتونه یک کس در یک ولایت کافر حربی شود و در یک ولایت دیگه از خطه اسلامی کافر موحد شود؟ این از کدام فقه، از کدام فتوا دلیل میاد؟ وقتی که یک کافر بر یک گوشه از عالم اسلام کافر حربی شد، باز به تمام مسلمانان دنیا و کافر حربی میشه، به خاطر اینکه دشمن مسلمانان شریک است، امن مسلمانان شریک است، عهد مسلمانان شریک است، حرب مسلمانان شریک شد. نمیتونه که یک کافر در یک گوشه مسلمانان را ذبح کنه و مسلمانان دنیا در دیگر خطه مسلمانان با اونا معاهده کنن، صلح کنن. این صلح جایز نیست اساسا. در اونجا عهد جایز نیست با کافر حربی که تو به خاطر کافر حربی جایز. این فقه از کجا شد که یک کس در افغانستان کافر حربی شود و در پاکستان معاهد شود؟ اینجا معلوم میشه که این کسایی که در این مسئله هستند و حق شریعت مد نظر نمیگیرن، مسائل خود در نظر میگیرن. حق شریعت مد نظر نمیگیرن، مسائل خود در نظر میگیرن.